با جلسه سوم از آموزش فارکس از آکادمی فارکس سیگنال در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالیم که در کنارتونیم. این جلسه میخواییم مباحثی که در مورد روانشناسی و مدیریت سرمایه کمتر بهش پرداختیم رو تکمیل کنیم و بعدش بریم سراغ مبانی اولیه تکنیکال. دوستان، ما اینجا به هیچ وجه نمیخوایم شما رو به سمت بازارهای مالی و به خصوص بازار بزرگی مثل بازار فارکس سوق بدیم. چرا؟ جوابش هم خیلی مشخصه. بازاریه که خیلی خطرناکه، خیلی به دانش گسترده‌ای نیاز داره. اون فیلمایی که شما تو اینستاگرام میبینید، تو فضای مجازی میبینید، واقعا زندگی تریدری، واقعیت تریدری اینا نیستن. به هوای درآمد دلاری میان وارد بازار فارکس میشن و غافل از این که این بازار سرشار از ضررهای دلاری هست تا درآمدهای دلاری. خیلی از شماهایی که دارید این محتوا رو نگاه میکنید تو یادگیری بازار فارکس اصلا مشکلی ندارید. مشکل اساسی زمانی پیدا میشه که تو لایو بازار قرار میگیرید. معامله یه ذره تو ضرر میره، افکارتون به هم میریزه، اصلا انگار نه انگار آموزش دیدین، دوره‌ای رو گذروندین و بدتر از اون انگار نه انگار که پول واقعی شما به صورت دلار هستش اونجا. اینم بهتون بگم این مشکل مختص شما نیست. 95% از اونایی که وارد بازار فارکس میشن اسیر بازی‌های مارکت میکری میشن و تو لایو بازار متاسفانه قوانین رو زیر پا میذارن و اون اصول رو اصلا بهش پایبند نیستن و در نهایت حسابشون رو از دست میدن. ولی اگه فکر میکنین شما به اعصاب و روان خودتون خیلی مسلط هستین و مدیریت ریسک رو رعایت میکنین و به اصول پایبند هستید، باید بهتون بگم که خوش اومدین به این بازار. احتمالاً تو فارکس شنیدین که میگن ما آقا بالا سر نداریم، جای خاصی هم برای ترید نمیخواد، زمانم که اصلا مهم نیست و امکانات فقط یا لپتاپ و یا گوشی باشه که قضیه حله. اتفاقا من اینجا میخوام بهتون بگم که شما باید اینجا ارباب خودتون باشید، آقا بالا سر خودتون باشید. برای ترید زمان مشخصی باید تو پلنتون داشته باشید و جای مشخصی هم داشته باشید که اون روان شما به هیچ وجه به هم نریزه. و اینم بگم که جلسه قبلم تکرار کردم، اصل اول زندگی تریدری دیسیپلینه. باید دیسیپلین داشته باشید تا بتونید این کارا رو راحت انجام بدید. اینجا تقریبا تموم اون استراتژی هایی که تو بازار هستش و بهتون گفتن رو با هم بررسی میکنیم، خیلیاشو با هم یاد میگیریم و همونطور که گفتم ما با استراتژی ها کار نمی کنیم. ما اصول خاص خودمون رو داریم. ما استراتژی ها رو یاد میگیریم تا استاپ لاس و تی پی بقیه رو متوجه بشیم. جایی که بقیه استاپ لاس میذارن ما تازه داریم حجم اضافه میکنیم. توی معاملاتتون و دوره معامله گریتون مدام بک تست بگیرید، فوروارد تست بگیرید. شما با این کار اعتماد به نفس خودتون رو افزایش میدین. یعنی وقتی چند تا استاپ پشت سر هم خوردین دیگه حجم اضافه نمیکنید. به استاپ لاس خودتون مقید میشین، به تی پی خودتون مقید میشین. این کار باعث میشه روانتون سالم باشه و در زندگی تریدریتون موفق. یادتون باشه وین ریت معاملاتی از سبک‌های مختلف معاملاتی میاد و آر به آر یا همون ریسک به ریوارد از مدیریت سرمایه و روانشناسی نشأت میگیره. من با تریدرهای زیادی بودم، بهترینشون تو بلند مدت 55 الی 60% وین ریت داشتن. عاملی که باعث موفقیت و سودده بودنشون بوده اینه که ریسک به ریوارد رو رعایت میکنم و به مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله‌گری خیلی اهمیت میدم. در مسیر آموزشمون سعی میکنیم اون الگوها و پترن هایی که هستن رو خدمتتون عرض کنیم و همونطور که جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، شمایی که تو 5 سال اول معامله‌گریتون هستین تمام اون الگوها، سبک‌ها و استراتژی هایی که هستن باید در جهت روند باشن، باید در جهت ساختار باشن، وگرنه شما محکوم به شکست خواهید. تو معامله‌گری سعی کنید ضرر رو به عنوان بخشی از معامله‌گری قبول کنید. اگر شما قوانین معامله‌گری، قوانین 60 به 40، قوانین 20 به 80 و آر به آر رو رعایت کنید، دیگه از اون ضرری که کردین هیچ وقت ناراحت نمیشین، حجم اضافه نمی کنید، مارتینگل نمی کنید و اینجوری بهتون بگم که امان از روزی که شما از قوانین تخطی کنین و یهو چشمتون رو باز میکنین و میبینین که حسابتون 50% 60% تو ضرره و کاری هم از دستتون بر نمیاد. ما انواع اقسام
TP گذاری و استاپ گذاری رو خدمتتون عرض میکنیم. تا اینجای کار سعی کردیم مواردی که مربوط میشه به مدیریت سرمایه و کنترل روانشناسی خدمتتون عرض کرده باشیم. در ادامه میپردازیم به موارد اولیه تکنیکال و در بین اون باز هم به موارد روانشناسی و مدیریت سرمایه اشاره میکنیم تا ملکه ذهنتون بشه. با هم میریم سراغ صفحه مانیتور تا مباحث رو با هم شروع کرده باشیم. دوستان، همونطوری که خدمتتون عرض کرده بودیم آموزش هامون قرار از پایه‌ای ترین حالت ممکن باشه. به خاطر همین احتمالاً بعضی از دوستان حوصله‌شون میخواد سر بره، ولی این لحظات رو تحمل کنن میرسیم به بحث هایی که احتمالاً خیلی براشون جذاب خواهد بود. ما تو بازار حرکت قیمت رو با کندل ها نشون میدیم. اینجا یک کندل خیلی ساده و روتین رو براتون میکشم و رو اون توضیح میدم براتون که قضیه چجوریه، ولی نقاشیم هم خیلی خوب نیست، امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید. شما اگه اینا یک کندل، ما داریم از یک کندل سعودی صحبت میکنیم، این رو یک کندل سعودی در نظر بگیرید. پایین ترین حالت ما به این میگیم شادو و یا سایه و خیلی جاها بهش میگن دم، ولی تو این دوره ما بهش میگیم شادو. این قسمت یعنی نوک این شادو میشه پایین ترین حالتی که این کندل به خودش دیده، یعنی این قیمت به خودش دیده، ما بهش میگیم لوی کندل. این قسمت بهش میگیم های کندل. بالای این قسمت بدنه شروع میشه، ما بهش میگیم اوپن، یعنی قیمت از اینجا شروع شده، احتمالاً پایین ترین حالتش هم دیده و رفته بالا. این قسمت هم کلوز کرده. اگر بخوایم یک بار دیگه توضیح بدیم، این شکل کلاً یک کندل رو نشون میده. پایین ترین حالت این شادو رو ما بهش میگیم لوی کندل، بالاترین حالت ممکن رو ما بهش میگیم های کندل، جایی که شروع شده اوپن کندله و جایی که قیمت در اونجا در اون تایم فریم، حالا ما در مورد تایم فریم هم صحبت خواهیم کرد، در این تایم فریم اینجا تموم شده، ما بهش میگیم کلوز کندل. الان یک مثال هم در مورد کندل نزولی میزنم که قضیه براتون روشن بشه. فرض کنید این یک کندل نزولی هست، بالاترین حالتش ما بهش میگیم های کندل، دیگه نمی نویسم، با اچ نشون میدم. پایین ترین حالتش هم میشه این قسمت که میشه لوی کندل، با ال نشون میدیم. شما تو متا تریدر و تریدینگ ویو هم با این اعداد و با این حروف شما این قضیه رو میبینید. چون در مورد کندل نزولی صحبت میکنیم، بالاترین قسمت یعنی پایینه های میشه اوپن، یعنی قیمت از اینجا شروع شده که با او نشون میدن و این قسمت هم کلوز کرده، یعنی قیمت فرض کنید از $1000 اومده اینجا، یعنی $1000 بوده، یک بار رفته $1002 رو دیده، بعدش اومده پایین تر فرض کنید $980 رو دیده و در قیمت $990 کلوز کرده. انواع اقسام میتونیم کندل رو داشته باشیم. کندل هم در زبان لاتین به ما به شمع میگیم، یعنی قیمت به صورت شمعی دیده میشه، ما میگیم
کندل. رو متا تریدر میریم و کندل ها رو به صورت لایو بررسی میکنیم. نماد نزدک هستش و لایو بازار. شما این کندل فول بادی رو در نظر بگیرید، کندلی که بدنه خیلی بزرگی داشته باشه و شادوی خیلی کوتاه، ما بهش میگیم فول بادی. این کندل فول بادی رو در نظر بگیرید. قیمت چون کندل سعودی هستش از این قسمت شروع شده و اینجا کلوز کرده. همونطور که مشاهده میکنید اون بالا ما شادو نداریم، ولی پایین از اینجا، یعنی اگه این خط رو بندازم دقیقاً به این خط یک شادو زده و بالاترین قسمتش یعنی های و کلوزش یکی هستش. خب یک مثال نزولی دیگه خدمتتون عرض کنم. این کندل رو در نظر داشته باشید شما. ما اوپنمون اینجاست، کلوزمون این قسمته. حالا چون متا تریدر اینجوری قشنگ نشون نمیده، این قسمته کلوزمون و دقیقاً فلش اونجایی که نشون میده یک شادوی خیلی خیلی کوچیکی هم به پایین زده، یعنی پایین ترین حالتش اینجاست، کلوزش اینجاست، اوپن کندل اینجاست و بالاترین قسمتی که به خودش دیده این قسمته، یعنی های، لو، اوپن و کلوزش. حالا ما با انواع کندل میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم. کندل ها میتونن اولش عرض کردم یا سعودی باشن، یعنی یا رو به بالا باشن که معمولا به صورت دیفالت به صورت با رنگ سبز نشون میدن، و یا میتونن نزولی باشن که به صورت تنظیمات کارخانه‌ای به صورت قرمز نشون میدن. ولی ما در مورد روانشناسی رنگ ها هم صحبت میکنیم و از رنگ هایی که میتونید استفاده کنید تا اعصاب و روان شما رو به هم نریزه. تقریبا این مدل انتخاب رنگ براتون مناسب خواهد. بچه در مورد کندل خیلی نمیخوام بحث کنم، چون مطمئن هستم که حوصله سربر خواهد بود و خیلیاتون، یعنی مطمئنم بالای 90% و 95% افرادی که این محتوا رو میبینن به این مباحث ابتدایی واقف هستن. میریم سراغ بحث درباره روندها و حرکتها در بازار و ادامهش رو بازم تو اسکرین کامپیوتر توضیح میدم براتون. خب در مورد حرکت صحبت کنیم. ما تو بازار فارکس و بازارهای مالی به حرکت قیمت که مثلا به این شکل هستش و یا مثلا به این شکل هستش، به این نمیگیم، یعنی به جابجایی قیمت نمیگیم حرکت. ما به یک صعود کامل و نزول به این پک ما میگیم حرکت، یعنی به جابجایی قیمت که درش هم افزایش ببینیم و هم کاهش ما میگیم حرکت. این حرکت میتونه به این شکل باشه، یعنی یک اصلاح خیلی کوچیک داشته باشه و یا اینو ادامه بده و یک اصلاح کاملی از این حرکت رو به بالا داشته باشه. ما به این مجموعه میگیم حرکت. ولی در مورد موقعیت‌های بازار، یعنی ما موقعیت بازار، من به این میگم که شما چارت رو مثل این لحظه که من الان این چارت رو باز کردم، چه وضعیتی تو کندل ها و اون قیمت بازار میتونید مشاهده کنید. من
این علامت هایی که اینجا رسم کردیم رو پاک میکنم تا چشم شما رو اذیت نکنه. 80% مواردی که ما چارت رو باز میکنیم، چارت به صورت رنج هستش. رنج یعنی چی؟ رنج یعنی حرکت های در هم رفته، یعنی به صورت نزول مطلق و یا صعود مطلق نیستند. بالا پایین میزنه بازار، حرکت های گیج کننده است، استاپ خریداران و فروشنده ها رو هی فعال میکنه و به اصطلاح بهتون بگم که بیشترین استاپی که تریدرها تو بازار میتونن ببینن از همین حالت بازار هستش که ما بهش میگیم تریدینگ رنج یا رنج خالی. یعنی این حرکت و این شکل و شمایل که ما میبینیم، ببینید رفته بالا پایین بالا پایین، بالاترین حالتش رو رفته دیده، بعد مستقیما از همونجا ریزش کرده و حدود 200 پیپ ریخته. معامله گر احساس میکنه چون بعد از این کندل فول بادی قوی وارد بای بشم، از همونجا بازار ریخته و اگر استاپ گذاشته بود استاپش رو فعال کرده. پس بیشترین موقعیتی که تو چارت میبینید شما موقعیت های رنج هستن، ولی 20% بقیه مربوط میشه به حرکت های شارپی، مثل این حرکت ریزشی قوی. بعد از این حرکت رنج ما این ریزش خیلی قوی رو داشتیم که ادامه دار هم بوده. ما به این جمع کردن انرژی، بذارید با اینجا این نشون بدم، ما به این جمع کردن انرژی میگیم اصلاح، ولی تو سبک های مختلف بهش کارکشن میگن، استراحت قیمت میگن و خیلی هم مثل ما بهش میگن اصلاح قیمت. اصلاح قیمت تا زمانی ادامه داره که بهتون خدمتتون عرض میکنم که سقف و کف اون رنجی که تشکیل شده تا نشکسته ما میگیم اصلاح. داشتیم در مورد انواع حرکت ها و حالت های کندل ها صحبت میکردیم. عرض کردیم ما به این شرایط میگیم رنج، یک ریزش خیلی قوی که ما بهش میگیم اسپایک، و اگر این ریزش ریتمیک بود، یعنی اینجوری که خدمتتون رسم میکنم بود، ما بهش میگفتیم روند. حالا انواع روند چی هم خدمتتون الان عرض میکنم. ما به این حالت میگیم روند، به این حالت میگیم اسپایک و به این حالت میگیم رنج. حالا اینا میتونه به صورت صعودی هم باشه. این مثال هایی که خدمتتون عرض کردیم به صورت نزولی بیدن. خب یک مثال صعودی هم بزنیم و بریم سراغ مبحث بعدیمون. اینجا شما یک حرکت اسپایک میبینید، اینجا به صورت روند افزایش پیدا کرده قیمت و این قسمت هم به صورت رنج بوده. شما اگه دقت کنید اینجا تایم فریم 5 دقیقه هست، یعنی هر کدوم از این کندل های آبی و مشکی که میبینید تشکیل شدنش 5 دقیقه طول کشیده و اینجا حدود 164 تا ما 5 دقیقه صرف این رنج شده. اینو نشون میده که چقدر بازار رنج میتونه حوصله ضربر و استاپ زن باشه برای تریدر هامون، که ما برای این حالت هم
سبک‌های خاص خودمون رو داریم. در مورد مباحث پایه‌ای مانند کندل و حرکت‌های قیمت با هم صحبت کردیم. خیلی سریع میریم سراغ روش رسم خط روند. شاید براتون خیلی مسئله پیش پا افتاده باشه. ازتون خواهش میکنم که این قسمت رو خیلی با دقت مشاهده کنید، چون مطمئن هستم که مطالبی رو میشنوید که تا حالا نشنیدیم و خیلی تو معاملاتتون به دردتون خواهد خورد. خب خدمتتون عرض کردیم که بازار تو حالتهای مختلف رنج هستش و روند، حالا ما روند قوی داریم و ضعیف و یک حالت دیگه هم هستش که ما بهش میگیم اسپایک. در مورد خط روند و انواع خط روند با هم صحبت کنیم یکم. ببینید روند یعنی تشکیل سقف و کف بالاتر در روند صعودی و سقف و کف پایینتر در روند نزولی. خب این قسمت رو با هم مشاهده میکنیم. ببینیم من الان یک خط روند صعودی رو رسم کردم براتون. اینجا سقف شروع روند هستش و اینجا کف هستش. در همین ابتدا بهتون عرض کنم که ما چون روند کار هستیم، ما در روند صعودی حق گرفتن پوزیشن فروش نداریم. ما در روند نزولی حق گرفتن پوزیشن بای و یا خرید نداریم. فقط در مورد روندها داریم صحبت میکنیم. فقط در یک حالت میتونیم این قضیه رو خلافش رو بریم، اینه که اون روندمون روند ضعیف باشه، روند قوی نباشه. روند قوی چیه؟ روند ضعیف چیه؟ ما در مورد روند قوی خدمتون عرض کنیم که اگر سقف و کفی که زده میشه به همپوشانی نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی سقف قبلی رو در نظر داشته باشید، این سقف ازش یه دونه خط میکشیم ما و کفی که تشکیل شده، یعنی اینجا مشاهده میکنید که یه فاصله ای هست. اگر بین اینجا فاصله باشه، یعنی در هم نرفته باشن، یعنی هم پوشانی نداشته باشن، یعنی این روند قوی هست و ما در این روند حق گرفتن پوزیشن فروش نداریم. این هم همچنین. این سقف رو در نظر داشته باشید، این کف هم در نظر داشته باشید. ببینید هم پوشانی ندارن. پس روندی که تشکیل شده خیلی روند قوی هستش. ولی اگر روندی که تشکیل میشه روند ضعیفی باشه، همچین روندی باشه، روند ضعیف رو تو مثال نزولی خدمتتون عرض میکنم که قضیه براتون جا بیفته. شما اگر این کف رو در نظر داشته باشین، سقفی که تشکیل شده قشنگ همپوشانی داشته و یا همینجا ما به این میگیم همپوشانی. یعنی هر لحظه احتمال داره بایرها و یا همون خریداران وارد بازار بشن و بازار رو به سمت بالا سوق بدن. پس ما میتونیم وارد پوزیشن خرید بشیم. حالا در مورد مدیریت سرمایه با هم خیلی صحبت میکنیم و خدمتون عرض میکنیم که چون ما پوزیشن خریدمون خلاف روند هست، درسته که ما روندمون ضعیف هست ولی پوزیشنی که میخوایم بگیریم یعنی پوزیشن خرید خلاف روند محسوب میشه. پس در ریسک اون پوزیشنمون دقت میکنیم و
اگه قراره در یک پوزیشن ایدئال 1% ریسک کنیم، در این پوزیشن 0.5% ریسک میکنیم. با هم میریم سراغ این که چجوری ما خط روند رو رسم کنیم. ببینید ما طبق خط روند هیچ معامله ای رو فعال نمی کنیم، ولی این شرایط رو میگم خدمتتون که وضعیت بازار و سایکل بازار رو بتونیم درک کنیم، وگرنه در مورد خرید و فروشمون تو بازار صرفاً در مورد خط روند و با خط روند ما هیچ معامله‌ای انجام نمیدیم. ببینید در روند صعودی اگر شما کف‌ها رو به هم وصل کنید میشه خط روند صعودی. برعکس اگر روندتون نزولی هست، شما سقف‌ها رو اگه به هم وصل کنید میشه خط روند نزولی شما. ولی فکر کنم همتون تو دلتون گفتین که این قضیه رو هر جایی شنیدین و همه هم بهتون گفتن. نکته‌ای که باید بهتون عرض کنم اینه که ما در خط روند یک سری چیزا رو در نظر میگیریم. اصل اولیش اینه که ما باید نقطه شروع حرکت رو پیدا کنیم. یعنی تو خط روند ما اون ابتدای حرکت رو باید پیدا کنیم و ازش خط روند بکشیم. خب ما نمیتونیم این رو خط روند فرض کنیم. چرا؟ چون 2-3 تا کف رو به هم وصل کردیم و شد خط روند. خیر، اینجوری نیست. ما باید تو رسم خط روند منشأ حرکت رو پیدا کنیم که اینجا هست و وصل کنیم به کف بالاتر که میشه این. یعنی نکته‌ای که از این جلسه میخوایم بهش خیلی دقت کنید این هستش که این خط روند کوچیک و خط روند بی جایی که ما رسم کردیم میتونه خیلی از معاملات ما رو تحت تاثیر قرار بده. پس خط روند اصلی از منشأ حرکت شروع میشه. ما میتونیم این رو اگر رو متا تریدر بودیم دستمون رو میذاشیم رو کنترل و اینو امتداد میدادیم به این شکل و یک کانالی به وجود میومد. میریم رو متا تریدر و در مورد رسم خط روند با هم چند تا تمرین انجام میدیم. خب رسیدیم به اتفاقا همون مثالی برامون پیش اومد که همین الان در موردش صحبت کردیم. ببینید شما اگر بخواین این رو خط روند در نظر بگیرید، اون موقع شما باید اینجا بای میگرفتین و مطمئناً استاپتون سریع تاچ میشد. ولی اگه منشأ حرکت رو پیدا کنید، یعنی بیاین منشأ حرکت رو پیدا کنید، ببینید ما با 2 تا نقطه‌ای که به هم وصل میکنیم یک برخورد که اینجا شکل گرفته، همین برخورد خدمتتون عرض کنم که 128 پیپ هستش. وقتی شکست دیگه این خط روند اعتبار خودش رو از دست داده. ولی اینو بهتون بگم که خط روندی که رسم کردیم درست بوده. خط روند کشیدن خودش یک نوع هنر محسوب میشه. شما باید تو خط روند کشیدن خیلی استاد باشین، خیلی باید تمرین بکنید، انواع اقسام نمادها رو بررسی کنید، انواع اقسام چارت ها رو بررسی کنید. هزینه ای نداره براتون برید و خیلی تر و تمیز خط روند رسم کنید. مطمئنم که تو لایو بازار خیلی به دردتون میخوره. و اینو بهتون بگم که کشیدن خط روند درست و خط روند صحیح
شما رو تو معامله کردن خیلی کمک میکنه. بهتون عرض کردم ما طبق خط روند تو بازار، یعنی صرفاً فقط طبق خط روند معامله نمی کنیم، ولی در جلسه های بعدی هم خدمتون عرض می کنیم که خط روند یک پارامتر خیلی قوی و خیلی مناسب هستش برای معاملاتتون. من حس می کنم برای این جلسه کافی باشه، به خاطر همین دیگه خیلی مصدق اوقاتتون نمیشم. در مورد خط روندها خدمتتون عرض کردم و انواع روندها. ما روند قوی و ضعیف داشتیم. در روند قوی ما میتونیم طبق روند و در راستای روند معامله کنیم، ولی با ریسک کنترل شده میتونیم خلاف روند وارد معامله بشیم. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم مطالبی که عرض شد خدمتتون تمرین بکنید و با مباحث جذابتر تو جلسه بعدی خدمتتون میرسم. رفتیم سر بحث مهم روندشناسی و رسم خط روند های سوینگ و به خصوص سوینگ مینور و ماژور و رسم بهتر خط روند با هم صحبت داشتیم. اسپایک اینجا رو داده این مگر در شرایطی که به